جنگ شده بریزید بیرون. الله اکبر. طاهری جان تو اینجا چه کار میکنی؟ اینجا خطرناکه. آقا چه خطری؟ برم بجنگم دیگه. قربانت برم تو خانه هم میشینی من نگرانتم. اینجا همش تیر و ترقص میزنن میکشنت. ما اینجاییم که چیکار کنیم؟ 2 تا تیرم من بدم. آقا ما به جا تو 2 تا تیرم در بکنیم. برو خانه. دهن همه تونو. مهدی تبریزی چی شده؟ کاملا بکنم مدزو شدم، گله خوردم. نه بابا. آره کمرم خیلی درد میکنه. الان خونم میاد؟ آره فکر کنم خونم اومده باشه. چرا قویه خونه؟ فکر کنم کبدم چربه. ای دل جگرت درا. ای کوفتت شبای خونت. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make... بابا بهت نمیخوره اینقدر نامرد باشی. جرأت داری بیا تن به تن مبارزه کنیم. کامان ملت شیشه میکشن ها. عباره برس شربت شهادت اصل کوچسوان. این چیه؟ آب پرتقال. من نمیتونم بخورم دستشیر میگیره. آب پرتقال داره میخوای؟ آب چیه؟ آب پرتقال. من این تایما پرتقال میخورم آخه. بگو شیرموز بیارم. برس شربت شهادته. سیک نداری؟ داره میاد الان. واقعا پرتقاله؟ شربت شهادته. مفته؟ آره داداشم. هیچ چیزی مفتش بی حکمت نیست. من نمی‌دونم. برو بالا. شربت شهادت. میشه دو تا بردارم؟ نه یه دونه بردار. 2 تا برداری اسیر میشی. چرا؟ بله بخور فعلا. شربت شهادت. برو سری یکی دیگه آقا. برو شربت شهادت. تو اینجا چه کار میکنی؟ ما آمبولانسیم دیگه، مجروح آوردیم. الانی مجروحه؟ نه این ضبط آمبولانسه. یعنی الان میخوانه؟ بخوام. میشه پرنده باشی اما رها نباشی. نه دهن تو بابا. خدایا چرا یه خونپاره نمیزنی تو سر من توی بیابان نیست نابود کنی؟ نکن الان وقتش نیست اینجا. کثافت الان من شیطنتم میاد یه جوری استرس دارم انگار 2 کیلو کافور خوردم. این چیه؟ اصلا گذاشته آشغال. آقای دکتر خدا به من کار نشته باشید، به خدا سیزمو بهتون میدم. آشغال الان گوه میگن نه طلا دوست دارن. شوشوت بمیره ایشالله. این مرغ رو برای چی جسور برداشتی با خودت آوردی؟ این پایان خدمت داشت. آشغال تو رو خدا به خدا یه کاری بکن. من خودم پپه کردم به خودم. منم پپی کردم. التماس الزریوال الاشغالا الگولون سونسون التزگرا. زانم مشتی گلی. الو حامد کجایی؟ چطور میه سلطان؟ تعداد غریب اتفاق این اورانگوتانا رو اسیر کردیم. خب برشون بیار اینجا دیگه. مالا تعدادشون زیاده نمیذارن ما بیایم. نه اینا با ما میان. اونی که نمیذاره کیه؟ اون بچه کجاست؟ دایشن. یه دایشه عموشه کیه؟ دایشه؟ اسکل من میگم دایشه تو میگی عموشه؟ بابا هرک ببین بهش بگو بچه پایین باخت نمیده. قرار دعواش کن من با رفیقامم. قرار دعواش میکنم. دستی هم هست. آره قرار دعواش کن. یا علی آقا بزن بریم آقا.
قیافه‌هاشون چقدر ترسناکه. داشتم ترس برادر مرگا، نکنه ترسیدی سلطان. ترس چیه بابا، تا آخرش کنارتم. داداشمی چی آشکال به خودت ترسیدی؟ زن لباتته. خدا به این همه چی بده به جز سلامتی. این حیوانه جلوی چشام جسی رو چاباب کرد. فدایش درت، اشکال نداره، ناراحت نباش، بریم یه دونه دیگه میخریم به خودمون. نه ناراحت جسی نیستم چه، یه تیکه بالشو گفتم هوس کردم بده بخورم نداد، همه رو خودش خورد. آشکال شمسی؟ داداش حامد اینا به خودشون اومدن. آره؟ الان آشکالا رو میکشن همشونو. هندل آق مراد میخندین؟ باید ببخشید من بیادب شدم، شرمنده. ببین بچه خوشگل، عقاب به بالش مینازه، بچه پولدار به پولش مینازه، اما من به رفیقام مینازم. رفیقای من داداش از اشتباه میشه، آدم بعضی وقتا تو زندگی اشتباه رفیق انتخاب میکنه. اونا رو نگاه نکن، میبینی گتش کوتاه ولی چیزش دلش گنده است. میدم همین بخورتتون. با دروغ میگم، من دست ریدم به خودم و یعنی با اینا فرار میکردم. یه چی بهتون بگم جمع کنم داستانو، تو هم برو بینم. من وقتی چشم تو چش داشم میفته انگار کوه بهم، من به کوه تکیه کردم، خودم تکیه حریفتونم. یه رفیقایی دارم وقتی لنگ میزدم پا به پام اومدن. بذار روزا درست بشه، آماده دویدن بشم، مرد نیستم اگه کولشون نکنم. مهدی با این تیرکمون درست میکنن ها، نگاه کن. علی اینجا منطقه آزاده، سونتو در بریم اینجا بشش. جونم ها؟ نه دیگه اینجا بابا باد داره میاد کلا پاچیت رو من. خب رفاقت تو اون داره دیگه. چندش کوچولو راحت باش، اینجا منطقه آزاده، دوست داشتی اصلا برین. من نبودم که. پسر بیا اینجا ببینم. سلام. میخوام یه سالن بزنم دنبال این قفسه مفسم. اینجا قفسه بندی وکیلیه. انواع قفسه‌های دسته‌های صنعتی رو با 1/10 قیمت بازار میتونیم بهتون بدیم. من که پولمون نرم. نگران هم نباشید، تا 2 ماه اقساط بهتون میدم. حالا 2 ماه دیگه‌ش هم ندارم. والا چی بگم من؟ شماره تماسش چنده؟ 0912 1700 1800. حفظ کردم. جاده ساوه است دیگه. بله جاده ساوه. برو سریع بزن بیاد. تازه تحویل اونم رایگانه. خب برو بزن بیاد، ببینم. شما همه تان من درس میدین ولی چه کار کنم این کلاس من افتاده با شما. بیا بالا غیرتا یه کاری کنید تمام شه. ناسلامتی من پدر خدمتی شما. آقا اجازه من یه سوال میتونم بپرسم؟ بپرس. هفتیر چرا 6 تا تیر میخوره ولی اسمش هفتیره؟ کی جوابش میدونه؟ اجازه تیر هفتم جیگر کسی که اسلحه دستشه. بشکاف برو جلو، این زندگی بهت میگه بدو تا پاهات از خستگی زغزغ کنن به دیوار. میشه بریم بشینیم؟ برو بشین. خب بچه‌ها بریم سر درس خودمون. کی میتونه اسم یه سلاح ببره با قدرت تخریب و دقت بالا؟ دمپای ابری مادرمون. آقا یه جوری به هدف میخوره که ساچمه‌های تیربار میریزه. آقا کی میدونه اسلحه اتوماتیک یعنی چی؟ آقا اسلحه اتوماتیک کلاج نداره. جنگ سیستماتیک یعنی چی؟ تیکتاماتیک خودم هم نمیفهمم چی دارم میگم. اگه فهمیدم بعدم به همتون میگم. بهترین پناهگاه در زمان جنگ کجاست؟ آقا اجازه دستشوریه. ای بترکی تو. آقا بهترین پناهگاه جایی که شما باشین. آقا اگر در جنگ یکی از دوستان ما آسیب ببینه یا مجروح بشه برای روحیه دهی چه کار کنیم براش؟ آقا میگیم بیار بوس کنیم خوب شه. کی میتونه انواع توپ نام ببره؟ آقا توپ چلدگی، بسکتبال، والیبال، فوتبال. توپ دور رود بیا با کلک اچل. استتار یعنی چه؟ یعنی باشی ولی جوری وانمود کنی که انگار نیستی. اینو روزی 5-6 بار گوش بده، چون من راضی به بودن و نبودن حرف نمیزنم. خب
بچه این ماسکه کی میدانه این ماسک چه موقعی ازش استفاده میشه؟ آقا اجازه وقتی که شیمیایی بزنن. باریکلا. از کجا میدونستی؟ آقا اجازه ما از اینا تو خونمون استفاده میکنیم. خانه؟ اگه دایی بزرگم تو خونه خودشو راحت کنه باید 2 تا از اینا بزنی که شیمیایی نشی. بچه کی میدانه موشک چیه؟ اجازه میبندم به بچه که خودشو خیس نکنه. حامد جان اون پوشکه. من پوشک اونی نیست که روش میخوابن. حامد جان دل بندم اون دوشکه. توشک من اون نیست که. بابا وقت مانه نگی. آبی رومونو بردی. آقا این بزرگوار که دیگه معرف حضور رمضان هست. بله. کپسول آتش نشانی هر جا که آتیش گرفت زامنش هم میکشی تو فاصله 1 متری آتیش خاموش میکنی، آتیش مهار میکنی. حالا کی بلده بیا اینجا ای استفاده کنه؟ ما بیایم. بیا اینجا ببینم زوم بسته. این زامنو در میاری. خب آفرین. بعد این اهرامو داری فشار میدی. خب اینو میذاری اینجا. وله 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 دیگه زنگ آخره کلاس همش قله قله همه فست دنبال جمع کوله معلمو ببین چه پای است و چقدر کوله بیا تو مخ نمیره آقا جان دیگه کلاس آخر آقا جان نمره 20 کلاس رو نمیخوام آخه دیگه هوش حواس نمونده برام آقا جان غذای هر روز ما شو برنج و عدسه غذای هر روز ما شو برنج و عدسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه اونو به هم بزنی فضله موشو مگسه بخورم یا نخورم گوش نمیمونم قدر آشنانمو حالا میدونم قدر آشنانمو حالا میدونم ننم جانی بله کن اگه خواب میتونه یه جمع مثل ما خفن اوکی کن اکیب خودش زنگ آخری نفهمیدی اینو چند باری پشتم ای تو گوش کن حله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن حالا حله کن او کلاسو ببین از کن حالا مره بله کن او زنگ آخر رو بشین ببین حال کن زنگ آخر